ситорамоҳ мирзохонова сокини 50-солаи ховалинг ба як ҷарроҳии ҷиддӣ омодагӣ мегирад. Табибон ба дарди ӯ ки худашонро то як моҳи пеш як дарди оддии занона медонист, омоси бачадон ташхис гузоштаанд. ӯ дар синни ҷавонӣ бо 4 тифл аз шавҳар ҷудо шудааст. омили гирифторшавии ӯро табибон номуътадилии муносибати маҳрамона донистанд. шавҳар ҷудо шуд, дига мегӯ таваккалш бахтон кӯдакома тарбия кунам. лекин хел набудай. барои шавҳар зан дар кор будай, барои зан шавҳар дар кор. И ҳама хел будаст. ҷудо шудагима 20 сола ҷудо шудагима. кӯдакои майда доштам, баъд бо кори хоҷагӣ мекардем, хай гов доштем, қишлоқ чихелай. دیگه هیچ کار نمی‌کنی کنه میکنه کم یک بار پیش چقدر در میدهی میره رودا میره گفته اهمیت نمیدادیم این به این درجه ما رسیدیم اکو زندگی طولانی بدون شوهر، تولد کم، بی‌ضروریاتی، فشار و کمبزاعتی و ایرانشوی کاری گرمان را طبیبان تاجیک از عامل‌های اصلی گرفتاری به سرطان غدودهای شیری و گردنک بچه‌دان می‌دانند. پیش از این بیماری‌های مزمن زنانه دارند یا اینکه بیماری‌های مزمن غدود شیری به مانند ماستیت که در مد اول مراجعت نمی‌کنند و با همین خودسرانه طبابت می‌کنند، خصوصا زن‌هایی که در ناحیه‌های دوردست، ناحیه‌های کوهستان زندگی می‌کنند، اونقدر معلومات درباره این بیماری‌ها ندارند. طبیبان میگویند تمثلا بیش از 60% زنان در مرحله‌های سوم و چهارم این دو نوع سرطان به دکتر مراجعت می‌کنند. مرحله‌ای که طبابتش دیگر نه همیشه موفق خواهد بود. یک سال بود می‌دانستم که در همین سینه‌ام یک غدود است. ولی درک نمی‌کرد، اهمیت ندادم. ولی روز به روز خراب شدم. بعد به خلاصه اومدم که ممکن عیب همین باشد. بعد اومده همینجا مراجعت کردم. با وجود پیشرفت در علم طب و امکانات بهتر برای طبابت، 20% از زنان معاینه شده در یک سال از این بیماری‌ها می‌فوتند. اگر زنان سالم و به گروه خطر وارد نباشند، باید حتما در 2 یا 3 سال یک مرتبه از معاینه دکتری زنانه گذرند. اگر زن در گروه خطر وارد باشد، یعنی این بیماری را در ارثیت داشته باشد و نشانه‌های از آنها را احساس کند، باید هر سال 2 مرتبه به دکتر مراجعت کند. حالا طبیبان با سیتوراموح که نتوانسته است در مرحله‌های اولی بیماریش به دکتر مراجعت کند، امید می‌بخشند که جراحی او خوب می‌گذرد. خودی او که الکی به فرزندان وصیت‌ها کرده است، خیلی می‌خواهد یگانه پسرش را عائله‌دار و در توی او شرکت کند. گریه می‌کردم، می‌گفتم دیگر من امید نیست از من که من اگر با زنده میمونم. با فرزندانم میگیستم، میگفتم که من اگر دیگه آینده چی میشود، اگر توکل به خدا این خلق مید. خیلی دل شکسته می‌آمدم. اینجا اومدم که برای من نصیحت‌های ناز دادن همین دکتر بی‌حد خرسند شدم. پژوهش‌ها در 2 سال پیش معین کرده است که سری هر 100,000 زن در کشور 7 از 10 حالت گرفتارشوی به سرطان گردنه بچه‌دان و 5 از 5 حالت سرطان سینه راست می‌آید. این آمار هم به فرق از سال‌های 2005 تا 2013 به مراتب بیشتر بوده است.